سلام دوستان، امروز اومدیم با شیرینی آلمانی یه شیرینی قدیمی و نوستالژی بسیار خوش‌طعم میریم با هم درست کنیم. ابتدا آرد بادام، وانیل، تخم مرغ، کره سرد، شیر. مواد لازم رو تو کپشن براتون می‌نویسم. اگه دستگاه ندارین میتونید با نوک انگشتتون درست کنید. مواد خشکمون رو که شامل آرد و پودر بادام و پودر قند میشه تو دستگاهمون میریزیم. اول 2 بار میکس میکنیم تا موادمون با هم دیگه مخلوط بشن. بعد کره سردمون اضافه میکنیم، کره سرد یخچالی رو اضافه میکنیم، با میکسر میزنیم که شبیه خرده نان بشه. شبیه خرده نان در اومد. حالا موادمون اضافه میکنیم: تخم مرغ، وانیل و 1 قاشق چایخوری شیر که داشتیم اضافه میشه. اینو چند بار میزنیم. مواد مورد خمیری نمیشه دستگاهمون. بعد توی صفحه کار بریزیم. نباید زیاد ماساژ بدیم که خمیرمون به روغن بیفته. فقط در حد جمع شدن، اونم با پاشنه دستمون ماساژ میدیم که خمیرمون منسجم بشه. خمیر رو اطراف جمع میکنیم. خوب ورز میدیم. مشاهده میکنید خمیر جمع شده. خمیر نرم و لطیفی داریم که به دستمون نمیچسبه. تو کیسه فریزر میذاریم. دستمون نمیچسبه. تو کیسه میذاریم. روشو صاف میکنیم با وردنه. میذاریم یخچال 1 ساعت استراحت کنه. بعد از 1 ساعت خمیر رو از یخچال بیرون میاریم. 2-3 دقیقه بیرون باشه نرم میشه و به قطر 2 الی 3 میل پهن میکنیم. بعد کاتر میزنیم. کاترهای مورد نظر خودمون میزنیم. حتما کاتر رو تو آرد برنج بزنیم، بعد قالب بزنیم که به کاترتون نچسبه. با ته ماسوره یکی از شیرینیامون رو داخلش خالی میکنیم برای مارمالاد.
اینجا خمیر کاتر زدیم، خمیر رو ورز ندین، لطفا خمیر رو همدیگه بیارین، خودش جمع میشه طبق ویدیو. باز وردنه میکشیم و کاتر میزنیم. خمیرای قالب خورده رو 20 تا 30 دقیقه داخل یخچال میذاریم. بعد تو فرن 180 درجه میپزیم. زیرش طلایی شد یعنی به پخته. بعد این کاملا سرد شد، روی شیرینی رو که با ته ماسور سوراخ کردیم میتونیم مقدار مساوی شربت بار و گلوکوز رو کنیم و توی پودر پسته بغلتونیم. بعد اون یکی رو ته شیرینی رو که سوراخ نیست مارمالاد میریزیم. مارمالاد بستگی به خودتون داره، من اینجا از مارمالاد سیر استفاده کردم و زردآلو. اینم شیرینی آمادمون. همه شیرینی ها رو اینجا درست میکنیم. امیدوارم خوشتون بیاد، از خوردنش لذت ببرید. ما رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید، از ما حمایت کنید. ممنونم از شما. اینم شیرینی آمادمون. شیرینی هستش که بعد پخت ترده، ولی فیلینگ بهش بزنیم 2-3 روز نرم میشه. اینم کنجدیش خیلی خوشمزه است. نوش جونتون.